بالاخره 18 بهمن رسید بابا. از 3 ماه پیش به من قول دادی امروز منو میبری شهر بازی ختنه. بزنی زیر قولت، به خدا دیگه پسرت نیستم. نه پسرم، نمیزنم زیر قولم. میریم. چند؟ ساعت 3 نوبتمون میشه. آی آی، شهر بازی ختنه، شهر بازی ختنه. بابا میگم چرا این شهر بازی ختنه شبیه بیمارستانه اینقدر؟ نه پسرم، اینجا آوردمت که یه دکتر ببینتت اول، آزمایشت کنه ببینه تحمل اون همه هیجانی که شهر بازی ختنه داره رو داری یا نه. وای وای، احساس میکنم خوشبخت ترین آدم زمینم. بابا خیلی دوستت دارم، قدرتو میدونم. شهر بازی ختنه، شهر بازی ختنه. بابا اون پسره رو دامن پوشیده، کجا رفت بابا؟ سلام. سلام. خوبی؟ مرسی. تو مگه پسر نیستی؟ واسه چی دامن پوشیدی؟ دولمو بریدن. چی تو بریدن؟ دولمو. منظور دول تو بریدن؟ آره، بردنم تو اون اتاقه، یه دامن کشیدن جلوم، بعد که خودم دولمو نبینم، بعد با قیچی و سوزن و نخ و اینجور چیزا دیگه افتادم به جون دولم. تو چرا تعجب میکنی؟ مگه تو دولتو نبریدی؟ نه من تا حالا دولمو کسی نبریده. پس الان اومدی احتمالا اینجا دولتو ببرن. اشو بابا، برو بابا بچه. منو میخوام ببرن شهر بازی ختنه. الان فقط اومدم اینجا واسه این که اگه موقع از شدت هیجان بالا سکته کردم یه دکتری باشه بالا سرم. ختنه میشه همین دول بریدن دیگه. اسکلت کردم. تو رو جون ناموست بگو داری دروغ میگی. به پات میافتم، دستم به دامنت. یعنی چی میخوان دولمو دولمو میخوان ببرن؟ واسه چی این کارو میکنن خب؟ همه پسرا میکنن دیگه. فقط حواست باشه این دکتری به من گفت زیاد گریه کنم از ته میبره. مراقب باش، شدن بیرحمیه. الان من فکرم نوبتت شد، بعد بری.